سلام عزیزان، به کانال دنیای من خوش اومدید. امیدوارم که تنتون سالم و روحتون پر آرامش باشه. عزیزان، من این کفشا رو جلسه گذشته تا اینجا بافتیم. گفتم شما هم ببافید تا این اندازه که شد استوب بزنید با هم پیش بریم. ببینید من اینو بافتم، اومدم تا همین دیگه بافت روش تموم شد. اینجا رم یه رج ساده بافی کردم، اومدم تا اینجا اومدم. الان میخوام از اینجا برگردم پاشنشو ببافم. ببینید این پاشنشو میخوام ببافم. این هر اندازه‌ای که شد اینم همون اندازه باید باشه. ببینید بین پاشنه و رویه کفشمون 4 تا فاصله داره. 1 2 3 4. اینا رو من بعدم بافتم، حاشیه بافتم براش. اینا اول وسط بود. 1 2 3 4. اینم باید 4 تا داشته باشه. 1 2 3 4. اینو من علامت زدم که دیگه یادم بمونه. این ورم همون اندازه گذاشتم مونده. ببینید 1 2 3 4. این که مال اینه. بعد از اینجا میخوام برگردم. ببینید یه زنجیره میزنیم، از اینجا برمیگردیم. مثل بافت‌های قبلیمون کاملا ساده بافی. قلاب رو از توی گندمک فرو میکنیم طرف خودمون، نخو میکشیم بیرون، 2 تا یکی میکنیم. کاملا ساده بافی. برگشتنی هم باز ساده بافیه تا وسط. ببینید من اینا رو انداختم. اینم بگم اینا رو هم دل بخواهیه. اگه دوست ندارید اینجوری سوراخ بشه، یه نقش و نگاری چیزی بندازید، میتونید اینو ساده ببافید. ولی من دوست داشتم اینا رو بندازم، یه خورده هم هواخورش قشنگ بشه، خوب بشه، هم خودش خوشگل بشه. ببینید میتونید اینا رو نندازید، میتونید بندازید. حالا این رد ساده بافیه، اینو ببافیم بریم پایین. دوباره برگشتنی اینا رو توضیح میدم بهتون بازم. قلاب رو از توی گندمک فرو میکنیم طرف خودمون، 2 تا یکی پای کوتاه، 2 تا یکی. ببینید از توی گندمک در میاریم نخو، پای کوتاه، 2 تا یکی. عزیزان من اینو بافتم، الان رسیدم به وسط. الان وقتشه که اینو بندازم. ببینید اینم هیچی نیست، خیلی ساده و راحت. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. از اینجا هم 3 تا نمی بافیم. 1 2 3. 4می رو می بافیم. 1 2 3. 4می رو می بافیم. زنجیرمون هر چند تا شد همون اندازم نمی بافیم. اگر 3 تا زنجیره زدیم باید 3 تا رد کنیم نبافیم. اگر 2 تا زنجیره زدیم باید 2 تا رد کنیم نبافیم.
عزیزان این 3 تا زنجیره که من زده بودم داخل اونو الان پر میکنم. 3 تا نبافته بودیم دیگه. ببینید 1 2 3. 3 تا هم زنجیره زده بودیم. الان اونو من میبافم. این اینجا اینطوری میفته. دوباره بقیه‌شو بازم ساده بافی. همینجوری برگشتنی دوباره 2 تا مثل اینو 2 تا اینور اونور میندازیم. بازم ببینید اینجا بازم 3 تا میذاریم میمونه. 3 تا زنجیره میزنیم. اینجا هم 3 تا زنجیره میزنیم. مثل این میشه. ببینید مثل اینا میشه. بقیه بافتمون ساده بافیه فعلا. ببینید این الان 3 تا مونده به این سوراخی که بافتیم. 3 تا مونده برسه به اینجا. این 3 تا رو باز نمی بافیم. ببینید 1 2 3. چهارمی رو می بافیم. پس 3 تا میخواییم نبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. چهارمی رو می بافیم. 1 2 3 میذاریم میمونه. چهارمی رو می بافیم. میبینید مثل اون میشه. بازم از اینجا 3 تا بافتیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. بازم 3 تا نمی بافیم. 1 2 3. چهارمی رو می بافیم. میبینید اینجوری شد. مثل این شد. این 3 تا، این 3 تا، این 3 تا، این 3 تاست. میبینید بقیه‌شو بازم مثل منوال قبلی ساده می بافیم. عزیزان من این پشت کفشمون رو تموم کردم. 18 رج بافتم. مال اینم 18 رجه. ببینید. بعد الان باید این صدفیاشو ببافیم. نوبت این صدفیاست. ببینید اینا رو باید ببافیم 2 رج. 1 رج بغلشو میبافیم که هم زیبا بشه هم یه خورده پهن بشه. بعد 2 رج هم بالاشو میبافیم. پس شد 1 رج بغلاش 2 رج بالاش. ببینید من این اولشو نمی بافم. دومی رو ور می دارم. 2 تا ساده می بافم. 3 تا میذارم میمونه. 1 2. نه این بغل 2 تا کافیه. نخو میندازم سر قلاب. 1 2 میذارم میمونه. سومیشو میبافم. 1 2 3. یه زنجیره وسط. 1
2 3. زنجیره دیگه نمیندازیم. بعدیاشو 3 تا میذارم میمونه. 1 2 3 4می رو میبافم. نخو میندازیم سر قلاب. 1 2 3. دوباره یه زنجیره وسط. دوباره 1 2 3. میبینید اینا صدفیه، دالبر میفته. زنجیره دیگه نمیندازیم ما، حواستون باشه. 1 2 3 میذاریم میمونه. 4می رو میبافیم. پایه بلند. 1 2 3. وسط یه زنجیره. دوباره 1 2 3. همینجوری تکرار. همین دالبرا تکرار. من این گیرج رو بافتم تموم کردم. دوباره برمیگردیم. یه زنجیره میزنیم، آخرش برمیگردیم. نخو میگیریم. دوباره همون بافتای رج قبلمون رو تکرار میکنیم. وسطش یه زنجیره. دوباره 3 تا. تکرار. دوباره زنجیره نمیزنیم. این بین این وسط ها زنجیره نمیزنیم. میریم سراغ این یکی. 3 تا که شد. دوباره یه زنجیره. دوباره 3 تا. یکی هم میبافم. دوباره میریم سراغ این یکی. زنجیره نمیزنیم. همینجوری تکرار تا آخر. میبینید اینجوری میشه. خب عزیزان، من این دوره کفشمون رو بافتم. این دالبراشو نشون دادم که چه جوری انجام بدید. به صورت صدفی بافته میشه. خیلی ساده توضیح دادم بهتون. این بغلاشم اینا رو چون 6 تا 6 تا بافتم، بغلاشو 4 تا 4 تا بافتم. چیزی نبود، ساده بود. فکر کنم دیگه همتون بلد باشید اینا رو. الان بعد این منجوق دوزیاشم انجام دادم. این منجوق دوزیاشم میخوام به شما یاد بدم. ببینید چیزی نیست. اینم سوزن رو از داخل فرو میکنیم. نخ من نخ مومیه، خیلی محکمه. فقط یک بار بند میزنم بهش. فقط یه دونه بند میزنم چون نخم خیلی محکمه، مومیه. یک بار که دوختم نخم که محکمه، اینم دولا کردم. یه بار کاملا کافیه، هیچ وقت پاره نمیشه.
یه 2-3 بار بست بزنیم دیگه محکم وامیسته سر جاش. از این ته قیچی میکنیم، دوباره نوکشو گره میزنیم، دوباره مثل اون یکی نخو از داخل سوزن رو از داخل فرو میکنیم، یه دونه منجوق میندازیم سر سوزن، منجوق رو میدوزیم. حالا بست میزنیم، از ته قیچی میکنیم، دوباره نوک نخو گره میزنیم، بعد آخری رم مثل همونا نخو از سوزن از آخر نخ در میاریم میندازیم تو حلقه نخ دیگه محکم بشه. دوباره بست میزنیم، این نخ انقدر محکمه با دست هیچ وقت پاره نمیشه. من اینو دولام کردم، چند تا هم بست زدم دیگه کاملا محکم. خب این الان این ورش رو دوختم، این ورشم میدوزم همون ترتیب. عزیزان من این منجوق دوزیاشو انجام دادم، تموم شد. اینا رو هم که ستایی بافتم، بافته. ببین این بندا بافته اینجوریه، هیچ کاری نداره. اینا رو هم بافتم، ببینید مثل دوخت چجوریه، دوخت زدم به اینا. ببینید با قلاب رد کردم از این سوراخ‌ها، این ور اون ور رد کردم، مثل دوخت شد. یه 3 سانت 2 سانت 3 سانت فاصله ردشون کردم. از بین این از صدفی ها که بافتیم سوراخ های بزرگ هستش، از اونا رد میکنید راحت.
رد که کردیم این منجوق رو اول میندازیم سر قلاب، دونه دونه این نخا رو از بین این منجوقا در میاریم. ببینید اینو میندازیم بند کفشمون که تزیین دیگه زیباش میکنه، خوشگلش میکنه. دوباره از توی اینا رد میکنیم دونه دونه، چون ضخیمن یک بار رد نمیشه، باید دونه دونه رد کنیم. خب شد دوتا، یکی دیگه میندازیم. شد 3 تا. یه دونه هم از این بزرگا میندازیم. اینجوری میشه. این یکیش هم همینطوری. دونه دونه اینا رو میندازیم. تموم که شد این اضافه شو قیچی میکنیم، نوکشو گره میزنیم، یه ذره میسوزونیم، دیگه تموم میشه. خب عزیزان، این کفشای مجلسی بسیار زیبامون تموم شد. از اینکه با من همراه بودید، منو تنها نذاشتید، خیلی ممنون از شما. با حمایتتون، با لایک کردنتون منو تنها نذارید تا انرژی بیشتری بگیرم. تا جلسه آینده با یک کفش دیگه، با یه مدل دیگه در خدمتتون هستم. خیلی دوستتون دارم. موفق باشید. خداحافظ.